آقا چه اپیزودیه این اپیزود؟ اولین اپیزود ویدیو کست محور. اصلا هم اپیزود دفعه قبلی که خواستیم ضبط بکنیم برقای من نرفتن کلا دیسکانکت بشن. همون تنزای دفعه پیش که برقات نرفت. آره یادم نیست متاسفانه تنزای دفعه قبلی که برقام نرفته بود بگم، ولی من گفتم هر چقدر میکروفون خفنه هدفون آزایی هست. آره آقا منم میکروفون دارم ولی خب برای من میکروفونم بیرون ولی به خفنی میکروفون من نیست. آره ولی خب کارایشون یکیه، صرفا قیمتش پایین‌تره. آقا به عنوان دوتا انسان فرهیخته که میخوان اولین اپیزود پادکست ویدیوییشونو یا به اصطلاح ویدیوکست آپلود بکنن، باید در مورد کی صحبت بکنن؟ در مورد چی صحبت بکنن؟ یه آدم فرهیخته دیگه. دقیقاً آدمای فرهیخته. چون ما خودمون شخصیت خیلی علمی برجسته‌ای داریم، باید یه علمی برجسته بیاریم که فقط از ما برجسته دار باشه. دقیقاً. و چی از اونجایی که خیلی هم لیسنر نداریم، یکی باید پیدا بکنیم که مثل خودمون در دوران اوجش کم لیسنر داشته. مثل کی؟ استاد تسلا. بله آقا نیکولا تسلا. آقا چقدر در مورد آقا تسلا شما اطلاعات داری؟ میدونم که آقای تسلا کسی بود که برق متناوب رو کشف کردن. دقیقاً. فکر نکنم کشف کرده باشه ولی خیلی باحال حال می‌کرد. حالا مطمئن نیستم که کشف کرده. نه آره اصلا متناوب رو کشف میکنم. متناوب آره اصلا فکر کنم متناوب خب متناوب نیاز به موتوری داره که تولیدش بکنه. اون موتور رو راست میگی تسلا ساخته اولین بار فکر کنم. موتور برق متناوب. بعد یه واحد اندازه‌گیری تو فیزیک هم تسلا گفتی. دقیقاً. یادم رفته چیز بود میدان مگنتیک فیلد. درست گفتم. یادش بخیر فیزیک. آره خلاصه که آقای نیکولا تسلا سال چند به دنیا اومده؟ 1856. در یک خانواده مذهبی هم چش به جهان گشوده. یعنی باباش چیز بوده، پاپ بوده. کشیش بوده. نه اسکیل پاپ نبوده ولی کشیش خیلی چیزی بوده. توی امپراتوری بوده. آره پاپ جونیوری بوده. مید لول بوده فکر کنم. ولی توی امپراتوری اتریش و مجارستان به دنیا اومده، میشه کرواسی امروزی. بعد مامانش هم از یک خانواده مذهبی و نظامی اومده بوده بیرون. حالا 5 تا بچه بودن که یه داداش بزرگتر داشته که خیلی این داداش بزرگترش تأثیر داشته توی زندگی ایشون. تسلا از موقعی که حالا چیز بوده بچه بوده خیلی علاقه به برق داشته واقعا. یعنی کلا فیلد مورد علاقهش الکتریسیته بوده و اولین بارم چجوری چیز شده یه گربه سیاه داشته به اسم ماچاک. اولین بار دست میزنه بهش الکتریسیته ساکن. آره برق میگیرتش و باباش میگه چیه؟ باباش میگه این الکتریسیته است. این از همون موقع دیگه عاشق الکتریسیته میشه. پس بابای تسلا بیشتر الکتریسیته رو کشف کرده تا دقیقاً. تسلا قبل ادیسون بوده یا بعد ادیسون؟ فکر قبلش بوده. نه با هم بودن اصلا. آره اصلا موضوع اصلی این اپیزود بیف تسلا و ادیسونه. آره یه بیفی داشتن با. حالا تو همون دوران کودکی که بوده، نمیدونم دقیقاً چقدر 4-5 سالش بوده، هر چیزی که بوده، داداشش از روی اسب میفته میمیره، داداش بزرگترش، که این خیلی تاثیر میذاره روش و مامانش هم چند وقت بعد میمیره و حالا باعث میشه که باباش کلا یه آدم عصبی میشه و نمیدونم از این بحثا. باباش خیلی آدم کولی بوده قبلش. این که مامان باباش میمیرن یه چیز مامان داداشش میمیرن یه ترامای خیلی بدی میشه براش و باعث میشه یه سری بیماری های روانی فیزیکی پیدا بکنه. مثل چی؟ این که یه سری چیزای خیالی میدیده ولی نمیتونسته تفاوت این چیزای خیالی رو از دنیای واقعی کشف بکنه، تشخیص بده. آره دقیقا. یعنی مثلا یه چیزی میدیده داره راه میره اینجا نمیفهمیده واقعی یا نه. و این خودش میگه که خیلی اذیتش کرده ولی خودش میگه که این موفقیاتی که داشته، این نبوغی که داشته خیلیش مدیون اینه. و یه جمله داره توی یه مقاله تو سال 1919 میگه، من اینجا دارم از رو میخونم. میگه invariably، یعنی بدون استثناء،
my device work as I conceived that it should and the experiment comes out exactly as I planned it. In 20 years there has not been a single exception. میگه تمام اختراعات تمام آزمایشان بدون چیز exception تو 20 سال گذشته دقیقاً همونجوری بوده که همونجوری عذاب در اومده که فکر می‌کردم قرار کار بکنه. exception هم بگو یعنی چی؟ شاید exception شما بگو یعنی چی؟ میشه بدون استثناء. بدون استثناء. یادم رفت کلمه‌شو. حالا توی این ذهن خلاق ایشون یه چیزی هم خیلی تاثیر داشته، مامانش بوده. مامانش هم برای خودش اینجوری که خودش تعریف میکنه یه مخترع خیلی مشتی بوده. یعنی مثلا تو خونه میرفته میگشته چیزایی که خراب که نه، مثلا چرخ خیاطی خیلی اپتیمایز نبوده، وا میکرده اپتیمایزش میکرده. یعنی کاملا یک انسان مخترعی بوده و APM بوده مامانش. آره قشنگ. میگه که خیلی مامانش هم روش تاثیر گذاشته که این حس کنجکاوی رو توش تقویت بکنه. حالا میره مدرسه و اینا، خیلی آدم خفنی بوده در زمینه ریاضی و فیزیک. متأسفانه مثلا تو هنر و ادبیات و اینجور چیزا خیلی وضعش بد بوده که اصلا یکی دو بار مدرسه عوض میکنه سر این موضوعات و این بحثا. آره دقیقاً مثل خود اون میسیا جزو مزیتاش نبوده. یه سیکس مثلا تو شاید 40 تا آدم خفن تر. خوبه. آره. یه جنگی هم صورت میگیره، یادم نیست دقیقاً جنگی کجا و کجا، سلام میدونم تو نوتام ننوشتم، که تو این جنگه باباش اینو میفرسته یه جای دور افتاده که نیان به زور. بخشی 3 سال سربازیش بوده و 3 سال سربازیش تو اون جنگه بوده. باباش میفرسته یه جای خیلی دور که نتونه اونجا نتونه ببرنش جنگ و اونجا 3 سال تنهایی تو طبیعت برای خودش میگرده و یه سری ایده‌های خفن، مثل این که بیای توی یه دریاچه بوده اونجا، بیای یه سیستم بذاری که نامه رو بذاری تو آب با سرعت خیلی زیاد تو آب برسه به اون طرف، مثلا یارو بتونه حرف بزنه، یا یه لوپی دور کل زمین درست بکنیم، یه قطار سریع که هر کی رو از هر جا به هر جا ببره. کلا این چیزایی که میگم سال 1000 و چنده، مثلا 870 ها، یعنی 150 سال پیش از این ایده داشته سلطان. آره قطار اون موقع بوده؟ بوده. آره 107 قطار بوده، قطار خیلی وقت است. بعد از اینکه این تمام مسائل تمام میشه، خیلی هم آدم مریضی بوده، یعنی هی مریض میشده بنده خدا، و توی این دورانی که مریض میشده خیلی کتاب میخوند و خیلی کتاب میخوند و اینا، که خیلی توی کشف جریان ایسی و متناوب و اینا، این مطالعاتی که اینجا تو این دوره‌های مریضیش داشته تاثیر میذاره روش. دیگه میفرستنش دانشگاه. سال 1878 تو دانشگاه چیز بوده، مدرسه پلی‌تکنیک گراتس اتریش بوده. انقدر قمار میکرده و همه پولاشو از دست میده، از دانشگاه مجبور شه انصراف بده، کلن میبوسه میذاره کنار، با خانواده‌اش هم کامل قطع ارتباط میکنه، با اعضای خانوادگی که زنده مونده بودن، و میره تو اروپا شروع میکنه برای خودش گشتن، جای مختلف کار میکنه. حالا چی میشه موقعی که میره اروپا؟ اینجا دیگه جای مهم میشه که میره توی یه شرکتی کار میکنه تو بوداپست سال 1881 که یه شرکت تلفن آمریکایی بوده. اونجا به عنوان مهندس برق شروع میکنه کار کردن تو بوداپست. اونجا برقو کشف نکرده، یعنی از مهندس برق یه جور استخدام بشه. بابا سال برقو کسی کشف نکرده، برق خیلی وقت بوده کشف شده، الکتریسیته خیلی وقت بوده. ادیسون لامپو اختراع کرده، برق کشف نکرده. این دوتا چه غلطی کردم؟ خدا چرا نگاهی؟ فکر که ادیسون برق کشف کرده؟ نه تسلا، ولی شنیده بودم که برق کشف کرده. برق کشف شده بوده، مثلا برق 50 سال 100 سال قبل کشف شده بوده. یعنی ملت داشتن فانکشنال ازش استفاده می‌کردن. سطح پادکست رو میری پایین. آره دیگه، مثلا تلفن بوده. آره خلاصه این که تو این شرکته صرفا تو سیستم توزیع برق اومده یه باگی پیدا کرده که ایسی رو کشف کرده. آره دقیقاً ایسی رو اختراع کرده. آره ایسی رو اختراع کرده.
موتور ایسی رو اختراع کرده. دقیقا تو همین شرکت بوده، تو همین شرکت بوداپستیه. یه مشکلی داشته میدونهای مغناطیسی دوار که حالا دقیقا نمیدونم چیه، تسلط ندارم. این اومده اینو حل کرده که این بعداً باعث میشه. آره توضیح بده. برق ایسی میدونی چجوری تولید میشه اصلا؟ آره یه موتور دوار میچرخه، دوتا هم سیم پیچ داره. یه دوتا آهن رو هستن که یک موتوری اون وسط داره یک حلقه تو خالی رو میچرخونه. خب طبق یک قانونی در فیزیک اگر ما در میدان مغناطیسی حرکت ایجاد کنیم باعث تولید جریان میشیم. بله. و جریان اینطوری تولید میشه. دقیقاً. خب الان مشکلش کجا بود که این حل کرده؟ شما بگو. من نمیدونم. تو گفتی مسلطی. مشکلش فکر کنم سر همون سیم پیچ پیچا بودش. یعنی چیزی که یادم من نمیدونم والا. ما هم درس رو خوندیم، مشکلش کسی بهمون نگفته بود. آره والا اینو کشف میکنه که بعداً به خاطر همین کشفش هم، یعنی همین مشکلی که حل کرده، موتور القایی رو میتونه چیز بکنه، بسازه. بعد سال 1884 آقای چارلز باتچلر تسلا رو میفرسته آمریکا، یه نامه ریفرال هم بهش میده، میگه برو پیش ادیسون. و این میره پیش ادیسون، شروع میکنه کار کردن به عنوان دستیار. نمیدونم دقیقاً در چه لولی شروع میکنه، ولی بعدها به دستیار ادیسون چیز میشه. و از همینجا کم کم دیگه استکاک بین تسلا و ادیسون اتفاق میفته و جنگ، بهش میگن جنگ جریان ها، اصلا معروفه همچین چیزی. که تسلا میگفته آقا ایسی خیلی بهتره، ادیسون میگفته دیسی بهتره. حالا یه فرق ایسی و این چیه؟ یه فرق ایسی و دیسی رو اشاره کن ببینم میدونی چیه یا نه. دیسی جریان مستقیم بهش میگن. یعنی فرض کن شما یک باتری داری، مستقیم وصلش می‌کنی به لامپ و به صورت گوسفندی این لامپ روشن میشه. این میشه جریان دیسی. خب دایرکت کارنت. AC چیه؟ AC جریانیه که به صورت متناوب شدت جریان بالا پایین میشه و حرکت الکترونا به صورت مستقیم نیست و رفت و برگشتیه. رفت و برگشتیه. اگه نمودارش هم بتونیم توی تصویر بیاریم حالا ایشالله بعدن. نه دیگه حالا شاید زیاد حالا اگه حوصله داشتیم شاید تاملیل پادکست گذاشتیم. شاید تاملیل گذاشتیم. خب نمودار AC به صورت نمودار سینوسیه، نمودار DC به صورت خطی. دقیقا. و حالا اصلا کل این موضوع چیه؟ ادیسون میگفته که DC خیلی ایمنه و کارآمده. چیزی میگفته، تستاشی میگفته AC میتونه با اتلاف خیلی کمتر تو مسافت خیلی طولانی انرژی رو منتقل بکنه. و اینکه تولید AC هم کاست خیلی کمتری داره. اینو نمیدونستم. آره. حالا ادیسون چرا انقدر رو دیسی چیز بوده، رو دیسی پافشاری میکرده؟ چون که نمیدونم حالا اسکیل چند دلار، ولی حالا میلیون‌ها دلار روی زیرساخت دیسی هزینه کرده بوده و میخواسته برق دیسی رو برسونه به مردم. اینجا تسلا میمده میگفته نه ایسی بهتره. که این موضوع رو با ادیسون مطرح میکنه، کلی دعواشون میشه و اینا. حتی یه جمع ادیسون یکی از مشاوره ادیسون به تسلا میگه که یه موتورهای دیسی ادیسون رو بهبود بده، به $50,000 ما چیز میدیم، بونس میدیم. اون زمان مثلا $50,000 رو شاید ضرب بکنیم مثلا میشه $10 میلیون، یه همچین چیزی. یعنی اینفلیشن رو در نظر بگیریم. و تسلا میاد این کارو میکنه، موتور هم بهبود میده، اینا بهش لایک هم نمیدن حتی. میگن که از اونا بیاد دوره. آره بهش من نمیاد، بری فعالش کرد. برای منم نمیاد. موقعی که باید بیاد نمیاد. چه کار نمیکنید که؟ یه دونه ریاکشن داره و فعالش کنید. آره نه برای من فعاله. خب الان نمیاد، ولی الان اینه که در گوش میدن میگن این اسکولا دارن چیکار میکنن. عشق کردی. عشق برای من دیگه کار نمیکنه. اینجوری داره. آره.
پادکست جاده خاکی خورد. آره $50,000 رو بهش میده، میگه که نمیده بهش، میگه من مثلا شوخی کردم با تو، شوخ طبعی آمریکایی‌ها رو نمیفهمی. آره و کلا دیگه بعد از این تسلا خیلی عصبانی میشه، میزنه بیرون. یه شرکت برای خودش میزنه که این شرکتش اوایل خیلی خوب بوده ولی بعد میخوره به مشکل مالی. انقدر میخوره به مشکل مالی که اصلا شرکت ورشکسته میشه و تسلا میره شروع میکنه خندق میکنه برای اینکه نمیره. روزی $2 حقوق میگرفته. دقیقاً روزی $2 حقوق میگرفته، خندق میکنه. بعد سال 1887 میاد موتور القایی رو میسازه و ثبتش هم میکنه که سنگ بنای یعنی امپایر تسلا میشه یه جورایی این موضوع. ادیسون ولی خیلی آدم مزخرفی بوده. حالا من نمیدونم بعد از ساید ادیسون هم بخونیم، ولی تمام چیز 2-3 تا من ویدیو نگاه کردم خیلی ادیسون آدم عوضی. ادیسون کلا آدمی بوده که همه چیزو میدزدیده. آره خیلی کپیتالیست بوده مردی که حتی من شک دارم لامپ هم خودش اختراع کرده باشه. بعید نیم. من یه چیزی شنیدم که از یکی دزدیده لامپو، ولی چیز موثقی پیدا نکردم. شنیدم از تسلا دزدیده لامپو ولی خیلی چیز موثقی پیدا نکردم. چیزی که به نظر میادم این بعداً با تسلا آشنا شده، بعد از اختراع لامپ، چیزی که اینجا حداقل من خوندم. آره وستینگ هاوس رو میشناسی؟ اسمش شنیدی؟ یک شرکت خیلی مطرحیه که همچنان هم مطرحه و کارهای برقی میکنه. کلا بنیانگذارش تسلا بوده؟ نه، تسلا بعد از اینکه این موتور القایی رو میسازه حق امتیاز موتور AC رو سال 1888 به جورج وستینگ هاوس واگذار میکنه. این هم داشته باشه که ایشون الان 30 سالشه این همه کار کرده، یعنی این الان در 30 سالگی تسلا. ما 8 سال فرصت داریم. آره دقیقاً 8 سال فرصت داریم مثلا موتور فیوژن طراحی خندق کنیم. آره خندق کنیم. جورج وستینگ هاوس خیلی حال میکنه با این و میاد سرمایه گذاری میکنه، حق چیزشو میخره، حق یعنی پتنتشو میخره در اصل از تسلا و اینجا میشه که دیگه ادیسون خیلی چیز میشه. ادیسون خیلی فشار میخوره، شروع میکنه کارزار رو میندازه برای اینکه AC رو کلا از بازی حذف بکنه، که میاد مثلا میگه AC خطرناکه، کلی مقاله و اینا چاپ میکنه که AC چیزه. حتی یه کاری هم که میکنه اینی که مخفیانه صندلی الکتریکی که الان برای اعدام کردن ازش استفاده میشه رو میاد فاند میکنه که این صندلی رو اختراع بکنن و لایو مثلا جلوی مردم یه نفر رو با صندلی AC اعدام میکنن. حیوونا رو توی سیرک با AC شکنجه میکردن. حتی یه دونه چیز هم که داره، یه فیل سیرک به اسم تاپسی یا تاپسی یا تاپسی، نمیدونم فارسی نوشتم، انقدر سال 1903 انقدر بهش برق میزنن که توی سیرک میمیره. فیل رو میزنن میکشن. خیلی یا فیل با برق میره. آره پوستش خیلی کلفته. بعد ببین واقعا خدایا یه اپیزود بعد بریم هیت ادیسون. اصلا خیلی فشار خوردم موقعی که اینو خوندم. بنده خدا فیله چه گناهی کرده. ولی چی میشه که کلا میخوره تو صورت آقای ادیسون؟ توی سال 1893 نمایشگاه جهانی کلمبیا بوده توی شیکاگو که میان میگن ما کلا از سیستم‌های تسلا برای این نمایشگاه میخوایم استفاده بکنیم. و کل این نمایشگاه مثل حالا حالت چیزی که من عکسایی که ازش نمیدونم، حالت مثلا شهر بازیتور و از این چیزا و واسه موسیقی و یعنی خیلی نمایشگاه بزرگی بوده، از این نمایشگاه ساحلی هم بوده. بعد کلا با AC روشنش میکنن و اینجا مثلا یه چک پوینت خیلی خفنی بوده برای وستینگ هاوس و تسلا که ما چیز کردیم، ما بردیم نبرد AC و DC رو، که بعدم اولین نیروگاه برقابی مقیاس بزرگم تو آبشار نیاگارا واسه همین AC سال 1895 ساختن و اینجوری بودش که دیگه ترکونده بودن دیگه، یعنی رو اوج خودشون بودن. تسلا هم کلی پول در می آورد و از این موضوع. سال 1897 وستینگ هاوس خب خیلی به تسلا کمک کرده بود، کلی بهش پول داده بود، فاند کرده و ریسرچاش و اینا رو. شرکت وستینگ هاوس $10 میلیون بدهی بالا میاره. این قشنگ داشتن ورشکسته میشدن و $10 میلیون اون موقع هم خیلی ها، یعنی فکر کنم مثلا معادل $200 میلیون الان یه همچین چیزی، یعنی بخوای حساب بکنی.
تسلا چیکار میکنه؟ خیلی واقعا انسان مشتی بوده. تمام حق پتنتاشو مجانی میده به چیز، میده به وستینگ هاوس و اصلا باعث میشه که وستینگ هاوس بابا این چیه اینجا میاد بالا لایک نداد و اینجوری میشه که کلا وستینگ هاوس از حالا چیز چی میگن ورشکستگی نجات پیدا بکنه و حالا استیمیشن دقیقا یادم نیست اینجا هم نیاوردم، ولی اگر این کارو نمیکرد و مثلا وستینگ هاوس به چیز میرسید، به درآمد میرسید با اون پتنت های تسلا، ولی حق پتنت رو بعد به تسلا میداد، یه چیزی تو اسکیل الان 300 میلیارد دلار تسلا پول داشت، یعنی مثلا بین ایلان ماسک و جف بزوس قرار میگرفت اگر با چیز میکردی. آره دیگه، بعد کلا هیچ کاری نکرد، همه حق پتنت رو داد بهش، اونم از ورشکستگی نجات پیدا کرد. بعد از همه اتفاقا که حالا وستینگ هاوس هم اوکی شد و اینا، یه حرکتی میخواست تسلا بزنه. قبل این بگم یه آقای هست به اسم مارکونی توی فکر کنم سوئد، بذارم آره فکر میکنم سوئد بود، که داشته روی تلگراف بیسیم کار میکرده. تسلا هم همزمان با این داشته روی ارتباطات بیسیم کار میکرده. تسلا حالا بیشتر چیزش تلفن بوده تا تلگراف بیسیم و این موضوعا. حتی مثلا توی یه دونه نمایشگاه یه قایق کنترل از راه دور ساخته بوده، یعنی قایق برقی با چیز کنترلش میکردن، کنترل تو دستشون کنترلش میکردن. ولی سال 1895 یه آتش سوزی تو آزمایشگاهش میشه، هیچ کس اشاره نکرد، ولی من داشتم اینو خوندم، به نظر اومد کار ادیسون ممکنه باشه. هیچ اشاره نشده بود، ولی حالا این نظر شخصی منه. و این مثلا 1-2 سال میفته عقب از چیزی که داشته میکرده، از تحقیقاتی که داشته میکرده. و سال 1901 این آقای مارکونی موفق میشه روی اقیانوس آتلانتیک یه دونه پیام رادیویی رو مخابره بکنه. اولین در نوع خودش بوده. حالا چجوری این کار رو تونسته بکنه؟ تمامش با پتنت های تسلا بوده. یعنی اگر تسلا این پتنت ها رو نمیزد، هیچ وقت این آقا نمیتونست همچین کاری بکنه. ولی توی سال 1900 و تسلا حالا اوکی بوده، براش اصلا چیزی نبوده، چون که تو آمریکا میگفتن مثلا این پتنت های تسلا بوده. سال 1904 آمریکا حق اختراع رادیو رو میده به مارکونی. و اینجا بوده که یه تسلا خیلی چیز میشه، عصبی میشه و میره شکایت میکنه. سال 1943 10 سال 15 سال از اینکه تسلا مرده، دادگاه به نفع تسلا رأی میده و حق اختراع برمیگرده به تسلا بعد از 42 سال. و ادیسون وحشتناک از مارکونی سر این حمایت میکرده، سر تمام پول تمام دادگاه های مارکونی رو ادیسون میداده و مارکونی حتی جایزه نوبل هم به خاطر این اختراعش میبره، ولی تسلا هیچی بهش نمیرسه. ادیسون بعد فشار خورده بوده، یعنی بعد از این همه سال ناراحت کننده است، هنوز داره فاند میکرده. یعنی واقعا نمیدونم، منم ناراحت میشم اینا رو میخونم، ولی بنده خدا درد کشیده، واقعا ناراحت کننده است. آره. بعد چیکار میکنه تسلا دیگه؟ حالا این قضایی رو که همه اتفاق افتاده و اینا، میره یه ایده ای داشته، نمیدونم ایدهشو شنیدی یا نه، در جریانی؟ نه میخواسته یه کلمه راجبش بگو. آره میخواسته انرژی رو وایرلس در اختیار مردم بذاره. خب کویل تسلا میدونی چیه؟ نه. حالا برای تو و کسی که نمیدونن، یه ستون خیلی بلنده که روش یه حالت گوی یا حالت دونات داره و موقعی که روشنش میکنی ازش همینجوری برق میزنه بیرون و اینا، که به اون میگن کویل تسلا. خیلی چیز معروفیه، احتمالاً عکسش هم دیدین. که این مثلا یکی از بای پروداکت های ایدهش این بوده که آقا من میخوام یه تاور بزنم وسط آمریکا، کل برق آمریکا رو بیسیم از روی این تاوره من چیز بکنم، بهشون مخابره بکنم. که هنوز این امکانه اصلا نداریم. نه اصلا، یعنی تنها کسی بوده که میتونسته این کار رو انجام بده به نظر من، یعنی اگه ازش هنوز کسی نیومده که بتونه این کارو هنوز کسی نتونسته این کار انجام بده، ولی میخواسته برق رایگان. همیشه هم دقت کنید چیزش نفع به مردم بوده، برق رایگان میخواسته بده به نظر اصلا این اتفاق نیفتاده به خاطر مسائل سیاسی و دولتی بوده. ممکنه، یعنی احتمالش مثلا اگه امام خمینی بود زمان تسلا شاید این حرکت انجام میشد. حرکت انجام میشه 100%.
آره بعد که این پروژهش حالا خیلی پروژه بزرگی بوده و چند بار شکست خورده و ازش اصلا حمایت مالی نشد. بعد از سال مشکلی هم که با مارکونی خورده بود این پروژه شکست میخوره. سال 1905 برج ول میکنن و پروتوتایپش ساخته بود. آخرش هم به عنوان ضایعات اون برج فروخته میشه. یعنی الان داری میخوای مثلا به عنوان یک جای تاریخی نگاش کنی وجود نداره دیگه. اون برج بردن ناراحت کننده است. آره ذوبش کردن، خیلی ناراحت کننده است. بعد تسلا سال 1943 بعد از تمام این موضوعات در فقر و بدبختی توی یه اتاق هتل میمیره. تو اتاق هتل هم چجوری میمیره؟ باز دم وستینگ هاوس گرم. فکر کنم 5 سال 7 سال یا 10 سال دقیقا یادم نیست. سال آخر زندگیشو انقدر فقیر بوده که مجبور بوده اصلا خونمونی نداشته. شرکت وستینگ هاوس خرج جا و خوراکشو میداده. این دیگه اون چند سال آخر رو توی اون هتل زندگی میکرده. بعد دیگه هم حالا مثلا خیلی کار بریک تروی تو اون زمان فکر میکنم انجام نداده. من چیزی توی این تحقیقات یکی دو روزه که انجام دادم پیدا نکردم. شاید هم بوده، حالا نمیدونم. تو کامنت ها برامون میتونیم بنویسین این کار دیگه کرده. زندگی جالبی نشه. آره و کلا اینجوری بوده دیگه. و چیزی هم که بوده شاید دلیل این که انقدر بعد حالا مثلا تو تنهایی فقر و اینا با اینکه این همه دستاورد داشته مرده این بوده که اصلا آدم کپیتالیستی نبوده. مثل ادیسون اصلا دنبال پول نبوده. وستینگ هاوس نیاز داشته، تمام حق اختراعشو مجانی داده به وستینگ هاوس. هر جا تونسته برای اینکه برسه به اون هدف نهاییه، به اون اختراعی که میخواسته بکنه از پول گذشته. حالا حتی تا چند سال پیش هم میشه. تو چند وقت میشناسیش تسلا رو؟ دبیرستان میشناسم تقریبا. من یکم قبل‌تر از دبیرستان. من اسمشو مثلا شنیده بودم باش. یه موقعی خیلی میرفتم سایت زومیت اسمشو شنیده بودم، مثلا خیلی فنش بودم ولی اصلا نمیشناختمش در اسکیلی که این دو روز اخیر شناختمش. ولی خب حالا با اینکه ایلان ماسک خیلی آدم مزخرفی ازش خیلی بدم میاد ولی ادیسون منو یاد یکی از اساتید دانشگاه میندازه. حالا بعدم بهت میگم کیه ولی خودت فهمیدی الان. فکر کنم فهمیدم کیه. الان فهمیدم کیه. منم زخم زده. من در نقش تسلا هم اونجا. آره فلانی دقیقا منم زخم خوردم ازش الان که یادم اومد. آره ولی باز دم ایلان ماسک از این نظر گرم که حداقل با این زدن تسلا موتورز یه یاد و خاطره. آره یعنی باعث شد مین استریم بشه. یعنی مثلا 70% آدمو نمیشناختنش بنده خدا رو، ولی خیلی اختراع داره و اختراع عجیب غریب داره. من لیستش الان ندارم ولی اصلا یک چیزایی مثلا دیسکریپشن لیستشو میذاریم که آره میتونیم بذاریم. یه کانسپتی داشته که تو میری روی یه صفحه وای میسی با الکتریسیته ساکن حمومت میکنه، یعنی خیس نمیشی، تمیزت میکنه میای بیرون مثل ترازو مثلا. یعنی همش هم باور ماشین زمان هم میگفتن یه مدت که آره نخواستم زردش بکنم از این چیزا داشته که میگن اصلا نمورده رفته آینده و حالا ولی خواستم پادکست رو تراز نگه دارم. من گفتم زردش نکنم از این خود اول نگی. آره چرت و پرت واردش بکنم. همیشه با فکت سعی کردم مثلا 3 اپیزود دیگه ما بلایند دیت داریم برای آره که ویدیو هم باز کردیم آپشن. الان بعد مثلا تو تامنیلمون دیگه عکس خودمون رو بذاریم. نه دیگه نه سورپرایز میذاریم. آها آره راست میگی. تو یوتیوب از اپیزود بعدی آره تو یوتیوب میذاریم. اپیزود قبلی هم تو یوتیوب بذاریم. ببین اگه بخوایم اپیزود بعدی رو بذاریم اینه یکم باید دیرتر بذاریم چون نمیشه که اونا رو همه رو آپلود بکنیم بعد. نه حال داشتیم تو یوتیوب. آخر سر می‌بینیم تو یوتیوب نذاشتیم این اپیزودا، یعنی دیدیم حجم فیلم زیاد شد. من داشتم فکر می‌کردم که ممکنه این رکوردینگ ویدیو هیچ وقت به مردم نرسه. با ما خاطره بمونه تو دست خودمون. حالا یه ریلزی ازش در میاریم نهایتا اگه. آره ریلز خودش خوبه خدا رو شکر. آره دیگه ایشالله که چیز داریم دیگه، یوتیوب داریم، بی زحمت سابسکرایب بکنین، کامنت بذارین، ای داشتیم نظرتون رو بگین تو همون اسپاتیفای. آره من با آدمی که تو کست باکس گوش میکنم حال نمیکنم، بیشتر اسپاتیفای محوره. نه باید اینو بگی، کست باکس خیلی بیشتر با هم جدی. پس من با آدمی که تو اسپاتیفای گوش میکنم حال نمیکنم. اسپاتیفای 30 کست باکس 50.
20 اسپاتیفای هم گوش بدی آنونه، نمیدونم از کجا میان، ما 2 جا میذاریم ولی خب حالا میفهمم. کست باکس اصلا نگاه نمی‌کنیم، یعنی اینجوری که پایپلاین میره تو خود کست باکس چک نمی‌کنیم رفته یا نه. آره از ریزالت ها میفهمیم داره یا نه. تو پیجمون هم مثلا کست باکس رو نمیذاریم، فقط اسپاتیفای استوری میکنیم. شاید باید سیستم مارکتینگ رو عوض بکنیم.